بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر. حمد و ستایش مخصوص الله است، آفریننده آسمان ها و زمین، پروردگاری که فرشتگان را با بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه فرستادگان خود به سوی مردم قرار داد و هرچه بخواهد در آفرینش می‌افزاید. بیگمان الله بر هر کاری تواناست. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هیچ کس نمیتواند مانع رسیدن نعمت و رحمتی شود که الله به روی مردم گشوده است و اگر الله مانع رسیدن چیزی شود کسی جز او نمیتواند آن را روان سازد و او شکست ناپذیر حکیم است. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای مردم، نعمت الله را بر خود به یاد آورید. آیا آفریننده ای جز الله هست که به شما از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. ای پیامبر، اگر مشرکان تو را تکذیب می کنند غمگین نباش، زیرا پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی الله بازگردانده می شود. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، یقینا وعده الله در مورد قیامت حقیقت دارد، پس هوشیار باشید که لذت‌های زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان شما را نسبت به تأخیر در عذاب و شکیبایی الله فریفته نگرداند. این الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. بی تردید شیطان دشمن شماست، پس شما نیز با او دشمن باشید. او فقط پیروانش را به کفر میکشاند تا سرانجام همگی در آتش سوزان دوزخ باشند. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. برای کافران عذابی سخت در پیش است و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند برایشان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته گشته و آن را نیک و زیبا می‌بیند همچون انسان حقیقت بین است؟ الله هر که را که بخواهد گمراه می‌سازد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. پس ای پیامبر، وجودت را به خاطر شدت دریغ و اندوه بر گمراهی آنان تباه نکن. بی تردید الله از آن چه انجام می‌دهند آگاه است. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الله است که بادها را روان می کند و آنها نیز ابرها را برمی‌انگیزند. سپس ما آن ابرها را به سوی سرزمین خشک و مرده می‌فرستیم و به وسیله آنها زمین را پس از خشکی و خزانش زنده می‌کنیم. برانگیختن مردگان از قبرها نیز چنین است. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هر که خواهان سربلندی در دنیا و آخرت است بداند که تمام سربلندی ها از آن الله است. گفتار پاک و ذکر الهی به پیشگاه او اوج می گیرد و کردار شایسته نیز به آن گفتار رفعت می بخشد و آنان که مکر و دسیسه چینی می کنند عذاب سختی در پیش دارند و نقشه و نیرنگشان نابود خواهد شد. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله شما را از خاک و سپس از نطفه آفرید. آنگاه شما را جفتهای یکدیگر قرار داد. بارداری و زایمان هر جاندار ماده‌ای با علم و آگاهی پروردگار است. هر جاندار کهنسالی که عمر طولانی می کند و یا از عمر هر کسی که کاسته می شود در کتاب الهی ثبت است. بیگمان این کارها برای الله آسان است. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آن دو دریا یکسان نیستند. این یکی خوشگوار و شیرین است و آن یکی شور و تلخ و از صید هر دو دریا گوشت تازه می‌خورید و زیوری همچون مروارید و مرجان برای آراستن خود از آن بیرون می‌آورید و کشتی‌ها را در آن دریا می‌بینی
که سینه امواج را می شکافند تا از فضل الله بهره‌مند گردید. باشد که سپاس گذارید. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. الله در تابستان از شب می کاهد و بر روز می افزاید و در زمستان از روز می کاهد و بر شب می افزاید و خورشید و ماه را به خدمت انسان گماشته است که هر یک تا زمانی معین در مدار خود روان باشند. این است الله پروردگار شما. فرمان روایی از آن اوست و کسانی را که به جای الله می‌خوانید در برابر او کوچکترین دارایی و اختیاری ندارند. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر. اگر آنان را بخوانید صدای شما را نمیشنوند و به فرض محال اگر بشنوند پاسختان را نمیدهند و روز قیامت از شرک شما بیزاری میجویند. و ای پیامبر، هیچ کس همچون پروردگار آگاه تو را از حقایق خبردار نمیسازد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحمید. ای مردم، شما همگی به الله نیازمندید و تنها الله است که بی نیاز ستوده است. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از میان میبرد و آفرینش جدیدی به جای شما پدید میآورد. وما ذلك على الله بعزیز. و انجام این کار برای الله دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد و اگر شخص گرانباری شخصی دیگر را برای حمل بار گناه خود بخواند چیزی از آن بار برداشته نمی شود هرچند که او خویشاوند نزدیکش باشد. ای پیامبر، تو فقط کسانی را هشدار می‌دهی که در نهان از مجازات پروردگارشان می‌ترسند و نماز برپا می‌دارند. هر که از گناهان پاک گردد بی تردید تنها به سود خیش پاک شده است و بازگشت همه به سوی الله است. وما يستوي الأعمى والبصير. کافر و مؤمن یکسان نیستند، چنان که نابینا و بینا برابر نیستند. ولا الظلمات ولا النور. و تاریکی و نور یکسان نیستند. ولا الظل ولا الحرور. و سایه و باد سوزان برابر نیستند. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من
في القبور و زندگان و مردگان یکسان نیستند. بیگمان الله ندای حق را به گوش هر که بخواهد میرساند و تو ای پیامبر نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان برسانی. این انت الا نذیر، تو فقط بیم دهنده ای. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. یقینا ما تو را به حق بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و در میان تمام امتهای پیشین نیز بیم دهنده ای بوده است. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اگر مشرکان تو را تکذیب می کنند چیز تازه ای نیست. مردمانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. پیامبرانشان با دلایل و معجزات روشن و کتابهای آسمانی و کتاب روشنگر به سراغ آنان آمدند. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. اما آنان نپذیرفتند. آنگاه من نیز کافران را هلاک کردم. پس بنگر که مجازات من چگونه بود. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ندیدی که الله از آسمان بارانی نازل می کند و به وسیله آن میوه‌های رنگارنگ از درختان پدید می آورد و برخی از کوه‌ها و سنگ‌ها دارای خطوط و رگه‌های سفید و طیف‌های مختلفی از رنگ قرمز و گاه کاملا سیاه هستند؟ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. و همچنین انسانها و جنبندگان و چهارپایان را با رنگهای گوناگونی پدید آوردیم. به راستی که از میان بندگان الله تنها خردمندان از او میترسند. بی تردید الله شکست ناپذیر آمرزنده است. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. به راستی کسانی که کتاب الله را می‌خوانند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند به تجارتی پرسود امید دارند که هرگز زیان و کسادی ندارد. لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفور شکور. تا الله پاداششان را به تمامی بدهد و از فضل خود بر حقشان بیفزاید. بیگمان او آمرزنده سپاسگزار است. والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه
إن الله بعباده لخبیر بصیر. ای پیامبر، هرچه از این کتاب به تو وحی کردیم حق است و کتاب‌های آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند. بی تردید الله به حال بندگانش آگاه و بیناست. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. آنگاه این قرآن را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. پس برخی از آنان در حق خیش ستمکار و برخی دیگر میانه رو هستند و عده‌ای دیگر به فرمان الله در نیکی‌ها پیشتازند. این مسلمان بودن و بهره‌مندی از قرآن مزیت و فضیلت بزرگ است. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. پاداششان باغ‌های جاویدان بهشتی است که به آن وارد می‌شوند. در آنجا به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌گردند و لباسهایشان از حریر است. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. آنان پس از ورود میگویند حمد و ستایش مخصوص الله است که اندوه را از ما دور کرد. به راستی که پروردگارمان آمرزنده سپاسگزار است. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. همان که از فضل خیش ما را در این سرای جاوید جای داد که در آنجا رنج و خستگی به ما نخواهد رسید. والذین كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. و برای کافران آتش دوزخ در پیش است. نه فرمان مرگ بر آنان جاری می شود تا بمیرند و نه عذاب دوزخ بر آنان سبک می گردد. ما هر ناسپاسی را این چنین جزا می دهیم. و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. آنان در آن آتش فریاد میزنند و میگویند پروردگارا ما را از این عذاب بیرون آور تا عمل شایسته ای متفاوت با کارهای زشت پیشین انجام دهیم. در پاسخ گفته می شود آیا به اندازه یک عمر به شما فرصت ندادیم تا هر که پند پذیر است در آن مدت پند گیرد؟ و آیا پیامبر به عنوان بیم دهنده به سراغتان نیامد؟ پس حال که اطاعت نکردید طعم عذاب را بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نخواهد بود. این الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. بیگمان الله دانای نهان آسمان ها و زمین است و هموست که از راز دلها آگاه است.
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرین کفرهم الا خسارا. اوست که شما را در زمین جانشین پیشینیان قرار داد، پس هر که کافر شود کفرش به زیان خیش خواهد بود و این کفر کافران جز بر خشم و بیزاری پروردگارشان نخواهد افزود و جز زیان چیزی بر بار گناهانشان نمی افزاید. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ای پیامبر، به مشرکان بگو به من بگویید آن معبودانی که به جای الله می پرستید چه چیزی از زمین را آفریدند؟ آیا همراه الله در آفرینش آسمانها شرکت داشتند؟ آیا به مشرکان کتابی داده ایم که به استناد آن نشانه روشنی بر حقانیت خود دارند؟ هرگز چنین نیست، بلکه ستمکاران مشرک جز فریب به یکدیگر وعده ای نمی دهند. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. بی تردید الله است که آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و به فرض محال اگر انحراف یابند جزو هیچ کس قادر به حفظ آنها نیست. به راستی که الله بردبار آمرزنده است. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. کافران با سخت‌ترین سوگندهایشان به الله سوگند یاد کردند که اگر پیامبر بیم دهنده‌ای برایشان بیاید از هر امتی راه یافته تر خواهند شد، اما چون محمد به عنوان بیم دهنده‌ای به سراغشان آمد جز دوری و نفرت از حق چیزی بر آنان نیفزود. استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. انگیزه آنها گردن کشی در زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت تنها دامنگیر صاحبانش می گردد. پس آیا کافران چیزی جز سنت الهی و رفتاری را که با پیشینیان رفته است انتظار دارند؟ پس هرگز سنت الهی تغییری نکرده و دگرگون نخواهد شد. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان علیما قدیرا.
آیا کافران در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند. هیچ چیزی در آسمانها و زمین نمیتواند الله را ناتوان سازد و از حوزه قدرتش بیرون رود. بیگمان او دانای تواناست. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اگر الله مردم را به سبب گناهانشان مجازات کند، هیچ جنبنده ای را بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت، اما به آنان مهلت می‌دهد و کیفرشان را تا زمانی معین به تأخیر می‌اندازد. پس هنگامی که اجلشان در روز قیامت فرا رسد، یقیناً الله برای محاسبه پاداش و کیفر به حال بندگانش بیناست.